از حدود 2500 سال پیش که در محدوده جغرافی امروز ایران یک حکومتی به برپا شد، همیشه دو موجود مزاحم مردم بودند، یکی شیخ و دیگری موبد و ملا و آخوند و یه همچی عرضل و باشی که خودشون رو نمایندگان خدا میدونستن و با اون شخص الدنگ دیگه ای که خودش اونم باز تافته جدا بافته از مردم میدونست، به مفخوری و چپاول مردم مشغول بودن. ملت و رعیت میدیدن، حق و حقوقی قائل نبودن براشون. ملت خرگاو میبینن که باید استفاده بکنن ازشون، حق و حقوقی نداشتن و ندارن از نظر اینها. البته این در تمام دنیا بود، اینجور نبود که مخصوص به ایران باشه. تا انقلاب کبیر فرانسه و اینا آمد و مردم یه دفعه تحت تاثیر یه سری آزادی خواهان و روشنفکران و فیلسوفانی قرار گرفتن که بهشون گفتن شما هم حق و حقوقی دارید. این باعث شد که در دنیا فکر این بکنن که آقا این نوع حکومت، یعنی حکومت پادشاهی، یک چیز عقب افتاده و مربوط به دوران بربریته، مربوط به دورانیه که یکی زورش بیشتر بود، قدرت میگرفت. در یه حکومتی که همه مردم داره حق و حقوق باشن، اینه که یه نفر حقوق استثنایی داشته باشه بی‌معناست. در کشور ما متاسفانه این سیستم پادشاهی ادامه داشت تا زمان قاجاریه که این انقلاب مشروطه انجام شد، پادشاه را محدود کردن و پادشاه حاضر به قبول این نبود، براش سخت بود که بیاد بشینه براش حقوق تعیین کنن. موقعی که مجلس را محمد علی شاه به توپ بست، آمد شب یه مجلسی گرفته بود، مست کرده بود و میگفت کجاست اون محمد باقر بقال که برای من حقوق تعیین میکرد. آخر چند وقت قبلش موقعی که به شاه گفتن شما یه همچین مبلغی را در سال باید به من حقوق به شما بدن، سه دفعه موند، گفت آقا کشور مال منه. یه همچین فکری داشت، ازش سنگین بود، چون تو فکرشونه که ما صاحب کشوریم. ولی دفعه بیان حقوق بگیر باشن، قابل قبول نبود براش. بعد یکی از نمایندگان، اون موقع نمایندگان صنفی بود، صنف بقال یه نماینده داشتن، کشاورزان نماینده داشتن، خانان نماینده داشتن، یه مجلس ابتدایی بود. نماینده صنف بقال به نام میرزا باقر بقال بلند شد، چرکه به دست رفت، گفت آقا ایشون چه خرجی داره که این مبلغ کمشه؟ روزی 50 تا مرغ میخوره، چرکه زد همه را. روزی 40 تا نون میخوره، روزی فلان، همه چرکه زد. گفت ایشون مثلا در روز خرجش بیشتر از 500 تومن نیست، ما براش 1000 تومن در نظر گرفتیم، کمه. اگر فکر میکنه با این حقوق نمیخواد زندگی کنه، بلندش بره، من بشینم جاش. این به گوش شاه رسید و موقع که مجلس به توپ بست، شبش گفت کجاست اون محمد باقر بقال که برای ما حقوق تعیین میکرد. که بعد قیام مشروطه شد و ایشون را با پسگردنی و به طرز زننده‌ای این که ایشون رفته بود سفارت روسیه قایم شده بود محمد علی شاه. روزی هم که میخواست بره، اون بزرگمرد تاریخ ایران ستارخان گفت آقا جیبشم بگردید، این داره جواهرات از مملکت خارج نکنه. که تقی‌زاده و اینا اونجا نشسته بودن صورت جلسه بکنن، به ستارخان گفت اینقدر زجرش نده اینا دیگه. ستارخان گفت این بیشرف این همه آدم کشته، تازه داره اموال مردم هم میبره. بعدم سری خانم آوردن یه سری و گشتن، زنش هم تو سینه بند زنش جواهرات زیادی بود که ازشون در آوردن. حالا یعنی اونا رو ما بحث نمی کنیم. بعد از این که ایشون از مملکت رفت، پسر ایشون
که پسر کوچیکی بود تحت نظر بزرگ ایل قاجار و سلطنت نشست. این شخص قوانین مشروطه را رعایت کرد، یعنی همون احمد شاه جوان گفت من پادشاه مشروطه‌ام، دخالت نمی کنم، حقوق بگیر دولت میشم و مسائل سیاسی مربوط به وزارت امور خارجه و مجلس و این تشکیلاته. خب تا اینجا تاریخ شما داشته باشید. از اون ور ما در زمان مظفرالدین شاه یه قراردادی را با دارسی بسته شد. یه شخص انگلیسی آلمانی بود که قرارداد استخراج نفت را در ایران بستند و البته فکرم نمی کردن به جایی برسه، ولی اولین بار در مسجد سلیمان تونستن نفت را کشف کنن. یه مبلغی قرار بود 20,000 لیره به ایران بدن و یه چیز خیلی کمی بود، 16% از منافع و یه مقدار سهام به ایران بدن از همون شرکت. و بعد این قرارداد را بعد چاهای دیگه ای پیدا شد، نفت بسیاری پیدا شد، در دفعه این قرارداد مهم شد. انگلیس ها در همون مقطع در برمه هم نفت کشف کرده بودن و در این دو جا فعال بودن. طبق قرارداد دارسی که قرارداد 60 ساله‌ای بود، موقعی که این قرارداد تموم میشد تمام وسایل و چیزهای اداری، دستگاه‌های حفاری، همه متعلق به ایران میشد. انگلیس ها در همون مقطع روسیه به خاطر انقلابش از ایران دست کشیده بود و در کار ایران زیاد دخالت نمی کرد. انگلیس ها علاقمند بودن که کلن ایران را تحت الحمایه قرار بدن. یه قراردادی هم با یه سری پوفیوز ایرانی که اصول دوله نامی در رأسشون بود بستن که اصلا ایران تحت الحمایه بشه، که مجلس و اینا همه اعتراض کردن، اون قانون نتونستن به کرسی بنشونن. احمد شاه را دعوت کردن به انگلیس. اینا نظرشون بود که از طریق احمد شاه قراردادی ببندن، از طریق احمد شاه بتونن اون قرارداد نفت را هم تمدید کنن. موقعی که احمد شاه وارد لندن شد خیلی هم ازش پذیرایی کردن، ولی ایشون گفت من حاضر به امضا نیستم. ناصر خان که همراهش بود بهش گفت، ناصر الملک بهش گفت آقا شما اگر این امضا نکنی پادشاهی میفتی. ایشون هم برگشت اون جمله را گفت که اگر من حاضرم کلم فروشی در سوئیس بکنم ولی پادشاهی که بهم دیکته بشه چه کار بکنم نکنم. یعنی اینقدر این بچه جوان اون زمان شرف داشت که گفت آقا من قبول نمی کنم. که بعد انگلیس ها آمدن با کودتای اول سید زیا به قدرت رسوندن که رضاخان بازوی نظامیش بود، بعد رضاخان را به قدرت رسوندن. و چرا رضاخان را به قدرت رسوندن؟ چون انگلیس ها حاضر نیستن با کشوری که دارای مجلس و قوانین درش حکم فرماست کار کنن. چون شما یک کشوری مثلا نروژ الان بخوای باش یه قرارداد ببندی، شما نمیدی با پادشاهش قرارداد ببندی، که باید با نخست وزیرش، نخست وزیر قرارداد ببره مجلس 200 نماینده اونجا مثلا اونا باید تنظیم قبول کنن، به رأی گیری گذاشته، همه این مسائل بگذره بالا پایین این قرارداد دیده بشه، بعد بیان تصویب کنن. خب قراردادی به نفع مردم باشه تصویب نمی کنن. از این رو اینا میخواستن یه نفر تو ایران باشه همه کاره، مجلس اینا برای اینا مسخره بود. آمدن شخص رضا شاه را به قدرت رسوندن، یه آدمی که نه ریشه ای داشت، نه خانواده ای داشت و نه فردی بود که اصالتی داشته باشه، یه آدم گرسنه ای که هیچی هم نداشت و نه سوادی درستی داشت. اینه کردنش یه دفعه پادشاه مملکت. این شخصم
بعد از یه مدتی که انگلیس‌ها اون قرارداد را درست پرداخت نمی کردن اعتراض کرد، بهش گفتن اعتراض کرد، به آمد در ظاهر همین قرارداد داسی را گرفت انداخت تو لوله بخاری، گفت من دیگه از فردا پیرو این قانون نیستم. فوراً انگلیس‌ها یخش گرفتن که آقا اموال تو در انگلیس و اموال دارایی‌های دیگر را توقیف میکنیم. ما قرارداد دیگه امضا کرد که 30 سال دیگه هم اضافه کرد به اون قرارداد که همه گفتن آقا دیگه چرا 30 سال اضافه کردی به این موضوع. ایشون در قدرت بود تا زمانی که جنگ جهانی دوم شد. همیشه انگلیس‌ها یه چیزم علاقه‌مندن، کشوری که باش کار میکنن یه قدرت مرکزی داشته باشه که این قدرت مرکزی حاکم باشه بر همه کشور. اینا از فرم فدرالی به هیچ عنوان استقبال نمی کنن، چون به نفعشون نیست. شما ببینید نفت ایران در مناطق جنوب بود، یه قسمتش مناطقی بود که بختیاری‌ها، زمین‌های ایل بختیاری این اونجا بود، یه سریش مناطقی بود که عرب‌ها در اونجا قدرت داشتن. اینی که این اگه میبایست با عرب‌ها از یه طرف مذاکره کنن، از اون ور با بختیاری‌ها مذاکره کنن، نه، به این جور چیزا علاقه‌مند نبودن. یه نفر بیاد تو سر همه بزنه، همه را نابود کنه، اقوام را از بین ببره، بعد اینا بیان بشینن باش قرارداد بدن. از این طریق بود که رضا شاه را دستش باز گذاشتن در سرکوب عشایر. اولین باری که نیروی هوایی ایران استفاده شده ازش در جنگ با لورا بود. سیاه چادر لورا را بمبارون کردن. در جنگ با خارجی اینا هیچی نبودن. در جنگ جهانی دوم که ایران را گرفتن، یک روز هم اینا مقاومت نکردن. در جنگ جهانی که شروع شد و رضا شاه میلی به آلمان پیدا کرده بود و مذاکرات پشت پرده‌ای هم انجام داده بود که اونا هم گفته بودن شما مقاومت کنید، ما رسیدیم به زودی. اونا هم دنبال نفت باکو بودن. انگلیس‌ها التیماتوم دادن و شبانه التیماتوم و تحویل منزل نخست وزیر دادن. صبح به رضا شاه که خبر دادن، دید اصلا ارتشش اصلا پاشیده. اون نخجوان اینا را آورد و کتک زد و فلان اینا. بعد نگرانم بود که روسا بگیرنش. خودش شبونه به منزل فروغی رسوند. میدونست فروغی نوکر انگلیس هاست. ما هم خیانتمون اینجوریه که یعنی واقعا در خدمت قرار میگیریم. ایشون در خدمت انگلیس ها بود. رضا شاه ابرقدرت، اون شخصی که بنیانگذار ایران نوین، رفت منزل فروغی، اینجوری جلوش وایساد، گفت فروغی اول اعلام کرد که به نخست وزیرش اعلام کرد ببین اینا چی میخوان، هر چی میخوان بهشون بده. یعنی شما ببینید همین الان که روسا حمله کردن به اوکراین، روسیه الان هم با روسیه اون موقع اصلا قابل مقایسه است. اون موقع تو جنگ هم ضعیف هم شده بودن و آنچنان نیرویی که الان دارن نداشتن. این یارو زلنسکی نیامد وایسه بگه آقا البته این ناتو پشتش، حالا اونا کار نده، ولی در این حال نیامد روز اول کار بگه آقا چی میخواید، هر چی میخواید من میدم. گفتن نه دیر شده. بعد ایشون رفت پیش، میخوام شخصیت اینا براتون بگم، رفت پیش آقای فروغی. اینا تاریخ میگه، اینا آقای بهبودیش رانندش میگه، همه اینا رو گفتن، جور نیست که من از خودم درارم. گفت فروغی برای من چه کار میتونی بکنی؟ گفت برای تو دیر شده. فروغی بهش گفت ولی ببینم برای پسرت. که برگشت گفت همین که شما به من میگید این را، من امیدوارم که شما یک کاری انجام بدید. سریع هم رفت و به اصفهان هم تحویل ستوان انگلیسی و چند تا مأمور هندی دادن و بدبخت بردنش که حتی گوشترد گرفته بود در کرمان و اینا، نذاشتن 2 روز اقامت بیشتر داشته باشه. یه همچین شخصیتی بود. خودشو
به قول معروف سردارانش این همین الان که شما میبینید میزنن و میبندن برای ما شیر بودن. سپهبد امیر احمدی برای عشایر گندگوزی میکرد، مثل همین سردار سلامی و سردار نمیدونم حاجی زاده و یه همچین مدلای اونا هم بودن و سیبیل تاپ میدادن و ما میزنیم و میبندیم و فلان، ولی در مقابل نیروی خارجی یه رب و نیستدن. ایشون را که بیرونش کردن، پسرش را با تعهدی که فروغی داد و اینا آوردنش به قدرت. خب مشکل از همینجا هم شروع شد. جوونکی بود، شاید 21 ساله. از اون آمریکایی ها میگفتن که جمهوری ایران را اعلام کنیم، از اون ور انگلیس ها دنبال شاهی بودن که رفتن بگردن از قاجاریه پیدا کنن، پیدا نکردن و اینا خلاصه قبول کردن با شرط و شروطی که این بیاد شاه بشه. این در مدتی که از زمانی که شروع شد به نشستن بر تخت سلطنت، پایه تختش لرزان بود. چرا؟ چون به دول خارجی اتکا داشت. اونا هم اگر این حرف شنوی نداشت خب مینداختنش. یه مهره‌ای بود و کاری هم نبود، بیشتر مجلس همه کاره بود. یه مقدار آزادی آمد تو مملکت بعد از اون خفقان رضا شاه. منتها مسئله نفت پیش آمد. باز این مسئله که آقا نفت را دکتر مصدق میخواست ملی کنه. اونم اینجور نبود که مصدق بیاد بگه آقا شما برید اصلا. گفت آقا به ما 15% بیشتر نمیدید، بین 15 تا 18% به ایران میدادن، اونم مالیات ازش کم میکنید، ترانسپورت ازش کم میکنید، آخر هیچی تحویل ایران نمیدید، تقریبا 7-8% بیشتر نمیامد دست ما. ولی آمریکایی ها شرکت آرامکو، تگزاکو، اینا همه در چیز پیدا کردن، در عربستان نفت پیدا کردن، 50-50 میدن. خب به ما هم 50 بدید. انگلیسان گفتن نه، ما اگه این کار کنیم جای دیگه هم میخوان. مصدق آقا رفت پیش آمریکایی ها، گفت شما واسطه بشین. اینجور نبود که یک دفعه هم مصدق همه اینا رو بخواد بریزی بیرون. آمریکایی ها هم آمدن به انگلیس ها واسطه شدن، گفتن آقا 50 بدید، اونا قبول نمی‌کردن. آخر آمریکایی ها آمدن گفتن آقا ما میگیم 50 میدیم، ولی اون 50 ما 20% هم نمیدیم، چون حساب کتاب هم در اختیار ماست. بعد آمدن آمریکایی ها گفتن ما میتونیم به مصدق واسطه بشیم، 50 بگیری شما. مصدق گفت خیلی عالیه، متا یه شرط دیگه اونه که حساب کتاب هم ما هم رسیدگی کنیم. گفتن نه اون نمیشه. از این طرف به شاه فشار آوردن که مصدق رو بیرون کن. شاه خب اصلا با مصدق مشکلی نداشت، ولی چون اونا به تخت نشونده بودنش مجبور بود بیچاره گوش بده. یعنی کاره ای نبود، اینجور نبود که شما فکر کنید خودش علاقمند و دشمنی با مصدق داشت. نه، اون نمیخواست، نمیتونست وارد این بازی بشه. خودش هم روزی هم که امضا کرد در رفت به شمال که اگر خبری شد بتونه دره، که فرارم کرد، رفت به عراق و از عراق هم تحویلش نگرفت، رفت به ایتالیا بود. و ایشون زمانی که نفت را مصدق را برکنار کرد و بعد خب مجبور شدن یک کودتایی کنن و با ضرب کودتا ایشون رو به قدرت برگردوندن. خب همه کاره این جریان کی بود؟ خارجی ها. کودتا کردن، بردن، آوردن. بعد که کودتا کردن، بعد که بر قدرت نشوندنش، دیگه گفتن خودت تصمیم بگیر، ما دیگه با تو طرفیم، مجلس را مثل بابات ببند، تخته کن و تبدیلش کن به یه طویله‌ای که یه سری گوساله درش نشستن، هرچی شاه میگه همونه میگن. و همینم شد. مجلس را به طور کامل از بین بردن. اولین کاری هم که کردن این بود که آمدن گفتن آقا این چند مدتی که مصدق این نفت بسته بود ما ضرر کردیم، 800 میلیونی هم چیزی لیرم خسارت گرفته. این بیشرفی اون انگلیس ها را شما ببین.
و نشوندن نمایندگان ایران را. آقای علی امینی وزیر دارایی بود اون زمان، نشست قراردادی امضا کردن که به مدت 25 سال 80% نفت ایران را اروپایی‌ها و آمریکایی‌ها ببرن، 20% ما بدن. یعنی در سال 56 روزانه 6 میلیون بشکه نفت فروش میرفت. بشکه $40 بود. یعنی 240 میلیون دلار در روز ما درآمد داشتیم. منتها از این 48 میلیون دلارش به ایران میرسید. 192 تا میرفت به جیب اروپایی‌ها و آمریکایی‌ها. با همون $48 شما ببین چقدر اینا پول داشتن که هویدا میگه ما اینقدر پول دادیم که نمیدونیم چه کارش بکنیم. البته میبردن میخوردن، خرج ملت نمیکردن. حالا چرا من این همه این مسائل را شما میخوام بگم؟ من میخوام برای شما شرح بدم که آقا این مدل حکومت پادشاهی مربوط به تاریخه، مربوط به دورانیه که مردم به صورت نیمه وحشی و به صورت بربری زندگی میکردن، نه به دوران مدرن که مردم یه حق و حقوقی دارن. این فرم حکومت ما دیدیم. آقا محمد خانش 70,000 چش در آورد، نمیدونم فلان پادشاهش چه غلطی کرد. شما این داده دیدید، بساط داغ و درفش رضا شاه و محمد رضا شاه رو شما دیدید، ناصرالدین شاه رو هم دیدیم. ما تو این کل این پادشاه ها 198 پادشاه تقریبا ما داشتیم از زمان داریوش تا الان. شما یک نفر، حالا کریم خان یه استثناست، اونم بیچاره گفت من پادشاه نیستم، یک نفر بتونید تو اینا پیدا کنید که آقا این درد مردم داشت، یه سری مفخور بودن. بعد این نوع حکومت هم حکومت اشتباهیه. چرا؟ چون در این نوع حکومت یک نفر تصمیم گیرنده، حالا اون یه نفر خلوچل بود، دیوونه بود، هرچی بود، باید تحملش کرد. در زمان انگلیس ها که رضا شاه به قدرت رسوندن، هدف اینها فقط این بود که یک حکومت مرکزی قوی. اینها از اینکه یک حکومت فدرالی در ایران پیاده بشه وحشت دارن. حکومت فدرالی به چه صورته؟ اینی که آقا ما یک کشور کثیرالمله که اقوام مختلف در ایران دارن زندگی میکنن، کرد بذار برای خودش تصمیم گیرنده باشه، احزاب خودشو داشته باشه، لور برای خودش، نه یا تو از استاندار از تهران بفرست آقای نمیدونم احمدی نژاد بفرست بدم استاندار نقده بشه. چه معنی داره؟ چه میفهمه در اونجا؟ بعدم منابع زیرزمینی اون منطقه را اول یه مقدارش خرج خودمون مردم اون منطقه باید کرد، نه اینکه بیاد همه اموال بیاد به تهران سرازیر بشه. تهران هم یه شالاتان نشسته در رأس قدرت به نام شیخ یا شاه یا هر گوساله‌ای کل بردار ببره به نفعی که اون میخواد. اون میداد شاه به این اون، تمام پادشاهای کج و کوله دنیا که سالها بود اصلا از قدرت افتاده بودن، این به اینا حقوق میداد. نمیدونم آب لندن رو خرج میکردم، صنایع کروپ ورشکسته آلمان از ورشکستگی نجات میداد، نمیدونم در دریای شمال سرمایه گذاری میکرد. این قدم بعضی ملت گوساله‌اند که یادم میاد میگه آقا ببین شاه رفته برای ما تو دریای شمال سرمایه گذاری کرد. آقا ابله، انگلیس خودش دستش اینجوریه، خودش پول نداره اونجا سرمایه گذاری، از به ما احتیاج داره. الدنگ. یعنی این نفهمی حد و مرز نداره. پدر جان اونجا نفت دریای شمال، قسمتی که دانمارک هم الان فعالیت داره، این داد به یه شرکت دانمارکی به 1 کرون امتیازش داد. چرا؟ چون میگفتن آقا ما دولت جرئت نمیکنه سرمایه گذاری کنه، معلوم نیست این چقدر سفره های نفتیش بزرگه و میصرفه یا نه. بریتیش پترولیوم و اینا هم در اون قسمت اسکاتلند که این نفت پیدا شده بود، اینا دنبال خر میگشتن که آقا اون بیاد سرمایه گذاری کنه، اگر هم شد و نشد
دیگه دولت، چون دولت میگفت مجلس، اینا مجلس میگه آقا میصرف، میگفت نه نمیصرف، ما جرئت نمیکنیم. همونجور که در مجلس دانمارک آمدن گفتن آقا ما جرئت نمیکنیم. گفتن چاره چیه؟ گفتن بدید به یه نفر، اگه کسی امتیازش مطابقش مفت بدید، بعدا ازش مالیات بگیریم. از این رو شاه رو دعوت کردن، اونم که از خداش که بشه قاطی آدم ها حسابش بکنن. بعدم میاد میگن این اعتبار پاسپورت ما. کجا اعتباره؟ خودش بدبختش اجازه ندادن. اعتبار پاسپورتی که شاه مملکت داشت نداره، اعتبار چی پاسپورت اعتبار داشت؟ تقسیم اراضی کرد، خانها رو. آقا تمام دنیا الان کشاورزی مکانیزه میبایست انجام بشه و واحدهای بزرگ کشاورزی، تو زمینهای بزرگ تقسیم کردی به زمینهای کوچیک. برای که شعوری نداشت دیکته میکرده، اینم انجام میداد. حالا این بحثا بحث مسئله فدرالیسم در ایرانه. در ایران هر موقع یه قومی آمد گفت آقا ما حق و حقوق میخوایم، فوراً زدن تو سرش که آقا تو تجزیه طلبی. میرزا کوچک خان گفتن این تجزیه طلبه، آذربایجان گفتن این تجزیه طلبه. خب ما یه قومی هم هستیم که همبستگی هم با هم نداریم آنچنانی، یعنی نذاشتن، همیشه با هم دیگه خارجی بودیم، با هم دیگه غریب بودیم از هم دیگه. زمانی که حکومت پهلوی حمله کرد به آذربایجان و حکومت پیشوری رو انداخت، سربازای ایرانی وایساده بودن. یکی از اون زنانی که جزو تشکیلات پیشوری بود 170 تا گروهبان و سرباز مثلا تمام با این تجاوز کردن. چرا نگفتن آقا اینم یه ایرانیه، ما هم یه ایرانی هستیم؟ نه، اونجا مثلا اونجا ترک بود و نمیدونم تجزیه طلب. قاضی محمد بدبختی که اعدامش کردن بدون که اصلا این فکر تجزیه طلبی داشته باشه. هر کی میگفت من یه چیزی میخوام، حقمو میخوام، تجزیه طلب میشه. حالا دیگه لور مثلا میخواد تجزیه بشه کجا بره، این دیگه میواز از اعلیحضرت پرسید. الان هم برای ما شیخ آوردن انگلیسا، یعنی افرادی که الان شما دارید تاریخ را نظاره میکنید، ما 43 سال پیش همین مسائل بود. یک دفعه شخصی به نام خمینی علم شد. ایشون سالها بود که در عراق بود، اصلا کسی به اطلاع آشناییتی با این نداشت، چون سری بازاری و یه درصد خیلی کمی از آخوند با این در ارتباط بودن، نه بیشتر. اونم در شهرهایی مثل اصفهان و اینا دو دسته بودن، یه دسته مخالف این بودن، یه ده طرفدارش بودن و طرفداران در حدی که بالای منبر یه دعایی بخونن. کار یه دفعه اینو برای ما آوردن با کمال بیشرافتی. یه دفعه BBC 24 ساعت برای ما تبلیغات میکرد، از این میگفت از اینجا تظاهرات شده، اونجا تظاهرات شده. ابله شاه بدبخت هم میرفت به سفیر انگلیس که آقا چرا جلو اینا نمیگید؟ اونم میگفت خودتون میدونید که مطبوعات اینجا آزاده، نمیتونیم ما اینا مطبوعات آزاد همه چی. ابله هم به اون جایش رسوندن که آخر سفیر آمریکا رفت پیشش، برید بخونید در خاطراتش، گواره ما چیزی که واشنگتن میگن شما از کشور بهتر خارج شید. بیچاره با عجز خود سفیر میگه من ناراحت شدم. سلیمان میگه با یه حالتی به من نگاه کرد، گفت خب کجا برم من؟ این پادشاه مملکت، یعنی از اون مطکر تپودنش توی فرانسه حسابی بالو پرش دادن، کلفتش کردن. حتی بگم همه چی هم به ما دروغ. از اون برم دستش تو ایران مشغول بودن، هم تو ارتش نفوذ داشتن. از اون بر یه شخصی به نام آقای فردوس گذاشته بودن اونجا که رئیس قائم مقام ساواک بود این شخص. اون ارتشی هایی که فکری داشتن که فکر کردن واقعا یه شاهی و یه مملکتی بوده، اینا را به حساب پسیوشون میکرد و از چیز ردش خارج میکرد، از رده خارجشون میکرد و میپسشون از بیاد، میگه آقا برید تمام شده اوضاع. بعد حتی هواپیمایی را که خمینی را آوردن CIA اجاره کرد. مطابق به ما میگفتن یه بازاری ثروتمندی بود به نام آقای دستمالچی، این خرج گفت آقا من خرج امامو میدم. نه پدر جان،
بعد همون آقا دستمالچی بیچاره 3-4 جا گفت آقا من یه همچین کارش نکردم، یه سال بعد اعدامش کردن سری که آقا این به قانون قصاص توهین کرده و با یه همچی هوچوی یه دفعه کل مملکت و اون رو بردن، این میمون رو بردنش. اونم مثل رضا شاه که یه آدم بی سواد بی شعوری بود، اینم یه آدم ابلهی بود که آوردنش به قدرت رسوندنش. برنامه هاشون هم که دیدید شما در طی این 40 و چند سال به اینجا رسوندن که فعلا میبینید شما در مملکت. باز الان شروع کردن تلویزیون اینترنشنال رو انداختن، چون بی بی سی مردم زیاد دیگه بهش اعتقاد ندارن و اعتماد ندارن. تلویزیون من و تو رو انداختن و یک دفعه از دوران طلایی شاه دارن صحبت میکنن و از اینکه آقا مردم شاه میخوان و همه میگن رضا شاه روحت شاد و بعدم ما یه حکومت مرکزی قوی میخوایم، ما میخوایم شاه دوستیم. نه، ما شاه دوست نیستیم. یعنی اگر شاه دوست باشیم ابلهیم. اقوام ایرانی در چارچوب یک جمهوری فدرال میتونن دور هم جمع بشن، وگرنه این برنامه خوردن و بردن و اروپایی‌ها اگر ما اجازه بدیم میخواد ادامه بدن. الان هم به خاطر این جنگ اوکراین و اینا مسئله نفت و گاز ایران خیلی مهم شده. ما اگر شعور داشتیم الان میتونستیم آبادترین کشور داشته باشیم. با این گازی که ما داریم میتونستیم از این موقعیت استفاده کنیم که روسا از وعده خارج شدن، گاز دنیا رو بدیم. ما منابع گازی ما برای 200 سال اروپا کافیه. یعنی اینقدر اینا منابع بزرگ هست. یک کشور امارات و قطر یه هزارم ایران هم نداره. ببین چقدر آمریکاییان افتادن دنبال اینا که آقا گاز رو به ما صادر کنید، فلان رو به ما صادر کنید. مطمئن مال ما رو نه، میگن یه ابله میذاری بالا سرشون، یه مقطعی مثل شاه و یک مثل شیخ و مثل شازده هم دارن علم میکنن، بعد در سایه میبریم. ملت هم که دیگه چیزی نبوده، یه مش گوساله شما میبینی که دیگه یارو اون که میدونم پابوس امام رضا و یک میگه من سگ رقیه هم، یعنی شخصیتی نداره. افرادی نیستن که از شعور به جایی رسیده باشن. برای آدم سوئیسی اینا نمیتونستن خمینی رو علم کنن، ولی برای ما چون سطح شعور پایینه نذاشتن. نه مطالعه‌ای داشتیم، نه کتابی خوندیم، نه روزنامه‌ای بوده، نه مجلسی داشتیم، هیچی نداشت. کی به ما آموزش بده؟ کی به ما یاد بده؟ بابا طاهر اوریان نیستیم که لخشیم بریم تو آب و بیایم همه چی دان بشیم. نه، اینا نبوده که گنگی بالا آمدیم، احمق خرف بالا آمدیم که هر گوساله میتونن بر ما بتپونن. یه دفعه الان چیز شده که آقا رضا شاه دوم هنوز هم هیچ کاری نشده، دار دستش آمدن خط نشون میکشن که اگه کسی به ساحت مقدس اعلیحضرت فلان توهین کنه ما فلان میکنیم و خشتکش در میاریم. اینی که اگر ما بخوایم کشور یه جایی باشه که قابل زیست باشه، نه اینجور که الان ما بهترین منابع را داریم بدبختترین مردم هستیم، باید یک حکومتی باشه که اولا حکومت دائم نباشه. ما از حکومت موروثی و دائم نمیخوایم. یعنی اگر بخوایم باید ما را معرفی کنن به تیمارستان، چون این هم حکومت دائم و حکومت های موروثی رو ما تجربه کردیم. جمهوری هم که ما هر چیزی آخه میاد تو ایران تبدیل میشه به چیز دیگه. در آسیا هم اینجوریه کلا. الان جمهوری شما لیبی رو چه ببین، سوریه رو ببین، پدر و پسر با هم دیگه. آخه جمهوری چه ربطی داره به اینکه باباش که مرد پسرش بشه رئیس جمهور؟ اصلا این مزخرف ترین چیزه. یه جمهوری که 4 سال یک بار باشه نه بیشتر. بعدم فدرالی، چون ترک باید خودش برای خودش تصمیم بگیره، بلوچ باید خودش برای خودش تصمیم بگیره در یک ایران بزرگ. تجزیه طلبی هم این انگاهی به مردم نزنید. اگر مردم جاشون درست باشه
زندگیشون خوب باشه هیچ کس نمیخواد از اون مملکت تجزیه بشه، جدا بشه. شما ببینید که اروپا الان اتحادیه اروپا درست میکنن، کشورهایی که با هم هیچ نسبتی ندارن، یه فرانسوی با دانمارکی چه چیز مشترکی داره، ولی اینا رو جمع کردن در یک سازمان ایو درست کردن، چون قوی تر باشی در جمعه، قوی بودن در جمعه نه در تفرقه، ولی جمعی که هر کدومش خودش برای خودش تصمیم گیرنده باشه، نه اینکه یه ابلهیه که دست نشانده این و اون آوردن گذاشتن در اون رأس و ما باید دنبال روی اون باشیم. شما الان ببینید در آذربایجان معدن طلاست، اون کارگر حتی به اون حقوق به اون کارگری که توش کار میکنن درست نمیدن. به جای اینکه اون معدن را درآمدش را اول یه مقدار بیشتریش را خرج اون مردم اون منطقه کنن، بعد به دولت مرکزی تقسیم کنن در جاهای دیگه، مثل کرمان و در اون منطقه را آباد کنن، بعد به جای دیگه نفت جنوب منطقه را آباد کنن، بعد جای دیگه. نه اینکه بیای بگی آقا همه را اموال شمال و جنوب هرچی هست بدید به من آخوند یا من شاه بشینم اونجا، یکی بدم به انگلیسا، اون میده به روسا، اون میگه نوکر چین شده، این شده کاسی. برای که موقعی که مستقل نباشی برای حفظت مجبوری به یکی اتکا کنی. ما اگر یه حکومت مردمی داشتیم احتیاج نبود 200 میلیارد خرج اتم بکنه، چون خطری متوجه شد، مردم پشتش بودن. بعدم طرف میگه آقا من که 4 سال دیگه میرم نیستم دیگه، این حکومت هایی مثل آخوند و اینا چون خودشونا ابدی میدونن دارن اینجور سرمایه گذاری ها میکنن که آقا ما هم مثلا اتم درست کنیم که نتونن ما رو بندازن. در صورتی که حکومت جمهوری باشه که 4 سال دیگه با رأی مردم عوض شه، اون مجلس بشه همچه اجازه نمیده همچه گندگوزی هایی بکنه. اینی که به گوش باشیم، آگاه باشیم، نتپونن بمون، با انگ تجزیه طلبی تو سر مردم نزنن. البته اگر یه حکومت درستی آمد و اگر یه مردمی هم خواستن جدا بشن، اونم باز حقشونه. اگر یه عده‌ای میگن آقا ما نمیخوایم در این چارچوب، این مثل اینکه الان در اروپا یارو بگه آقا من جزء انگلیس آمد از ایو بیرون، نه بزنن تو سرش که گفتن آقا نمیخوای به امان خدا. ما مگه کسی نخواد که نمیشه مردم رو به زور نگه داشت. ما میگیم آقا باش اونجا یک گداخونه بزرگ درست کردیم، هرچی بزرگتر باشه بهتره دیگه، خب منابع بیشتری دیگه، همه جا بعدم هم بیاد سرازیرش تو جیب ما تو تهران نشستیم اونجا آسمون خلاش میبریم بالا، از اون بلوچ بدبخت باید دارم بنزین فروشی کنه، کرد نمیدونم کلبری بکنه. این شده زندگی که شما به ما پیشنهاد میدید. اینی که این نکبت به نام انگلستان و غرب فعلا داره بدجوری سالهاست اموال ما رو میبره و میخوره و داره باز به نام گوساله‌ای به نام شاه و یا شیخ و اینا را به قول معروف به قدرت میرسونه. مواظب باشیم گول اینا رو باز نخوریم، باز 40 سال دیگه نشه که باز ما بیایم بشینیم بگیم که آقا خدا رحمت کنه سید علی را. شما تجسم کن 40 سال دیگه را که افرادی مثل حسن عباسی و رائفی پور نشستن تو لندن و پاریس میگن آقا اون زمان چه اشکال داشت، بابا بهمون رایانه میدادن، اصلا آدم میتونست زندگیشو به چرخونه باش، خونت خوابیده بودی یارانه رو میریختن تو حسابت، یا میرفتی مرغ میخریدی، گوشتبند میخریدن، گوشت میخرید، هر چی میخرید چه کلیش هم میموند. بعد چقدر خدمات کرد دول آخوند براتون. کشور که از پهلوی تحویل گرفت 140 کیلومتر اتوبان داشت، علما هزاران کیلومتر اتوبان کشیدن. پهلوی تحویل داد یه دانشگاه تهران بود و یه شیراز و اصفهان و تبریز، کرمان هم بعدها آمد. الان دلقوزآباد هم دانشگاه داره. پهلوی بود کل دهات ایران جاده اسفالت نداشت، یعنی 66,000 ده ایران یک جاده اسفالت نبود. ما خودمون در فراهان و میدیدیم و میبینیم دیگه. الان من میبینم تمام ده کوره ها رو جاده کشتن، برق بردن. والا دهات های اطراف ما مرکز، استان مرکز ایران هم هستیم.
در دهات‌های فراهان چیزی به نام برق وجود نداشت، چیزی به نام جاده اسفالت وجود نداشت، چیزی به نام آب لوله کشی وجود نداشت. الان همه اینا رو آخوند براتون آورده دیگه. بعد یه همچی تو سر مردم هم بذارید که آقا ما براتون آوردیم، اینکه از جیب پدرشون در آوردن. نه، اینا خدماتی است که دولت‌ها برای مردم انجام میدن و وظیفه‌شون است با پول درآمدی که از اون ملت، از اون کشور به دست میاد. اینی که نشه دو مرتبه بگیم مردم بیایم 40 سال دیگه باز بگیم سید علی روحت شاد، آقا بعد آقا مجتبی رو برداریم با سلام و صلوات بیاریم. این دور باطل رو بعد یه جا توقفش داد. اینی که میان مردم را یک دوران طلایی نشون میدن. آقا اگر طلایی بود که به اونجا نمیرسید کارش. اگر اون دوران طلایی بود که خود این شخص نمیومد تو تلویزیون بگه آقا من صدای انقلابتون شنیدم، قول میدم با فساد مبارزه کنم. حالا یکی آمده فسادش 10 برابر و 100 برابر اون شده، دلیل نیست اون یکی درست باشه. یکی میاد اصغر قاتل هم 20 تا آدم کشته با اون آدمی که 80 تا آدم کشته، هر دو قاتلن. منتها میگن آقا ببین چقدر کش، از خدا رحمت کن، اصغر قاتل خیلی آدم بهتری بود. نه، اون هم جنایتکار بود، این هم جنایتکاره. اینی که اینجور تصویرها برای شما درست نکنه که اون مملکت در اون زمان گل و بلبل بود. به قول شادروان بختیار گفت آقا اون خبرها نبود اون زمان. اگر بود به اونجا نمیرسید. اگر بود شما ببین میلیون ها آدم نمیادن تو خیابون دستشو بالای شاه رفت، اون روز بزرگترین تیتر روزنامه و اون زمانی زدن که شاه از کشور رفت بیرون. اگر یک نفر، یعنی یک عده کمی هم طرفدار داشت میآمدن تو خیابون، یه فیلمی از اون بود الان با گفتیم بله یه عده هستن که میخواستن شاه. نه، حتی اطرافیانش، حتی اطرافیان که اون دزمزایی که الان تو آمریکا هستن که اونو زدن سریعا در رفتن. همون زمان لیست بانک مرکزی هر روز می آمد بیرون که کی چقدر پول خارج کرده، اونو زدن و رفتن. اطرافیانش همین افراد معمولی جامعه هم که مثلا ارتشیای استوار و سرهنگ و فلان، اینا هم فوشش میدادن. اینا هم میگفتن مملکت به گوه کشیده. اینا همه نتیجه این سیستمیه که سیستم حکومتیه که ما داریم، مربوط به قرون وسطی است. سیستم حکومتی به درد ایران بخوره جمهوری فدرالی است که اقوام مختلف تصمیم گیرنده برای خودشون باشن و سلام، بقیهش میخوان کلاه سرمون بذارن. ما گفته باشیم، گفت من چه شرط بلاغ است با تو میگویم، تو خواه از سخنم پند گیر و خواه ملال بیای فوش بده، نه اعلی حضرت فلان و اعلی حضرت بهمانه، اینا فایده نداره. اون من بدبخت بود به چه بیچارگی. این شازده اگر اینم به شما بگم در آخر یک ذره غیرت داشت، یعنی یک ذره، اون سرنوشت باباش میدید. اون زمانی که اون آقای امیر اصلان افشار در مراکش رفت سفارت انگلیس، چون ایشون در انگلیس قصر داشت، در اسکاتلند شاه قصر داشت، بهش گفتش که ما مایل هستیم برویم انگلیس. سفیر انگلیس فرمودن که لطف کنید اینجا تشریف نیارید. ویزا بهش ندادن، اون پاسپورت معتبره بودش که میگن به اون پاسپورت ویزا ندادن. همون مقطع مارگارت تاچر نخست وزیر انگلیس گفته بود که شرم باید بر ما باشه که به این شخص، یعنی در واقع به این نوکر، به این وفاداری را بهش پناه ندید، که ندادن پناه هم بهش، آوارش کرده بودن، داشتن تحویل آخوندن میدادنش. حالا اون راکفلر اینا به حساب نذاشتن و کل سیستمش را در ظرف چند ماه از هم پاشوندن که فکر میکرد ابرقدرتی و ارتش پنجم دنیا داره و فلان داره، نابود کرد. اسباب دست این اروپایی های پوفیوز نشیم که مجبور بشیم آواره بشیم. اون پوفیوزایی هم که تو آمریکا اینا تمرگیرن و دوزای قدیم، فکر نکنن مجددا میتونن بیان و ببرن. نه، اون خبرام نیست. الان تو مملکت خیلی دیگه دست زیاد شده، نمیذاره به اون راحتی ببرید. ببینیم.
آوایبور.com